وقتی به سفر می برایم از خوردنی و پوشیدنی و غیره برای خود توشه می گیریم و قبل از چند ماه خود را برای سفر آماده می کنیم تا در راه سفر به مشقت و دشواری ها دچار نشویم. اما برای سفر آخرت که خیلی دور و دراز و پرخطر است، توشه از عملهای نیک و صالح جمع‌آوری نمی کنیم و برای آن هیچ آمادگی هم نمی بینیم. برادران و خواهران مسلمان، این را بدانید که برای سفر آخرت هیچ چیز بهتر از تقوا و پرهیزگاری وجود ندارد. الله رب العالمین می فرماید و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، یعنی توشه بگیرید، همانا بهترین توشه برای سفر آخرت تقوا و پرهیزگاری است. صدق الله العظیم. معنای تقوا این است که انسان در پنهانی و آشکارا از ترس خداوند ذوالجلال از گناهان بپرهیزد و فرمانهای او را اطاعت کند. پروردگارا ما را از جمله پرهیزگاران بگردان. آمین یا رب العالمین.